سلام قراره یک کیک 10 دقیقه‌ای رو با هم درست کنیم. مقداری کره و شکلات سکه‌ای رو به ماری می‌کنیم. قالب مورد نظر رو با کره چرب می‌کنیم. مقداری پودر کاکائو رو الک می‌کنیم و می‌ذاریمش تا یخچال تا خنک بشه. من از 2 تا تخم مرغ استفاده کردم برای 2 تا قالب. شما میتونید برای قالب‌های بیشتر از تعداد تخم مرغ‌های بیشتری استفاده بکنید. و تا اینجا که اومدین ممنون میشم لایک و فالو بکنید. مقداری شکر و همچنین وانیل رو به تخم مرغ‌ها اضافه کردم. شما میتونید از مایع وانیل هم استفاده بکنید. اونقدر هم میزنید تا مایع مورد نظر که رنگ و کشدار بشه، به این صورت در بیاد. کره و شکلاتی که به ماری کردیم و به مایع اضافه میکنیم و اونقدر هم میزنیم تا یک نواخت بشه. مقدار آردی که در کپشن نوشتم رو الک میکنیم و هم میزنیم. فقط مواظب باشین که پف کیک نخوابه. مایعی که به دست اومد رو در قالب مورد نظر میریزیم و از فری که از قلب گرم شده قرار میدیم. اینم شد کیک 10 دقیقه‌ای.